نمیترسی بخوری زمین؟ از سرعت نمیترسی موقع نزدیک شدن به زمین؟ سوالا رو میپرسین. ببین 2 ترمزی که تو دستم رو میکشم پایین، سرعت پاراگلایدر کم میشه و به همین سادگی فرود میام. این بالی که دیدید باشه پرواز خفن کردم، اسمش نوکلئون. از زمین بلند شدن هم میخوایم ببینین. اینجوری بالو میاریم بالای سرمون، کنترلش میکنم. وقتی همه چیز درسته میچرخم رو به مسیر حرکتم و کم کم گاز میدم، سرعت میدم به وسیله 2-3 قدم دویدن و به همین راحتی رفتم توی آسمون. البته اینا رو نگفتم که فکر کنید هر کسی میتونه بدون آموزش شروع کنه به پرواز. من سالها آموزش دیدم، تجربه دارم، ولی خب پرواز میتونه به همین سادگی در دسترس همه باشه. اینجا هم دارم بالمو نشون میدم و بهتون میگم این اسمش نوکلئون، خیلی دوستش دارم. و باید بدونید که وقتی با پاراموتور پرواز میکنین مردم با شما بای بای میکنن و من چون فکر میکنم کار زشتیه که محل نذارم، با تک تک کسایی که با بای بای میکنن حتما توی آسمون بای بای میکنن. داشتم میگفتم که پرواز به نظر من رویای دیرینه بشر بوده و حیفه که امروز که انقدر به سهولت در دسترسه پامونو به آسمون نذاریم. ببین اینجا دارم دوباره بای بای میکنم. بای بای کردن مهمه، زشته اگه باتون بای بای کردن بای بای نکنید. ببین اینجوری آدمو دست تکون میدن، باید جوابشون رو بدید، احترام بذارید. اینجا من از رأی توت فرنگی دیدم، گفتم سلام توت فرنگی. گفتم دیگه باید ادب رو رعایت کنیم. کلا چیزی که پاراموتور برای من جذاب میکنه پرواز با ارتفاع کم روی منطقه‌های مختلف مثل مزارع، جنگل‌ها و کنار ساحل دریاست. و وقتی که میخوام برم تا ابر و ارتفاع بگیرم از پاراگلایدر استفاده میکنم. گلایدری که بدون موتور و با جریان‌های هوایی گرم میتونه منو تا کیلومترها از زمین بالا ببره و مسیر باش طی کنم. اینجا هم ببینید که فرود یه بار دیگه چه شکلیه. ببین این هواپیما دارم میرم تو فاینال این جاده هست و سرعت کم میشه و فرود اومدی. به همین سادگی، به همین خوشمزگی. بچه‌ها این بالی که دیدید باشه پرواز خفن کردم، اسمش نوکلئون، از برنده دودک بود. بالی که به خاطر راحتیش، به خاطر سیفتی، آسونی تیکاف و لند و از طرفی فوق‌العاده داینامیک بودنش بر انجام مانورها و در واقع همه کاره بودنش بال خیلی محبوبیه و خلبانای پاراموتوری خیلی باش حال میکنن.